شما الان از با یه محله دیگه، با یه قسمت دیگه از شهرتون ازدواج کنید، چیکار میکنی؟ خانمتو میاری میگی اینجا حسینیه ماست، اینجا مصلی شهر ماست. گفت دست خانمشو گرفت برد تو بیابونا، گفت اینجا صحرای ماست، قبیله ما اینجا خیمه میزنن، اینجا آبشخور حیوانات ماست، اینجا چراگاه حیوانات ماست. دید کم کم داره غروب میشه، نگاه کرد دید یه برکه آبه، گفت مشکم آب کنم، ما توی منطقه زندگی میکنیم که آب زیاد پیدا نمیشه، برای مادرم ببرم خوشحال میشه. مشک آب کرد، اومدیم یه برگشتیم قبیله، نزدیک خیمه صدا کردم مادر سلام، ما برگشتیم. جوابی نمیاد. نزدیکتر شدم، نزدیک خیمه، گفتم مادر آب آوردم. دیدم بازم جواب، هر وقت آب می آوردم، هر وقت اصلا برمیگشتم مادرم سراسیمه. نگاه کردم، گفت مشکو بذار کنار خیمه بیا تو. رفتم داخل، دیدم مادرم پریشونه. گفتم مادر ریخته ای؟ چی شده؟ چرا حالت اینطوریه؟ گفت مادر دیر اومدی. دستمو گرفت من آورد پشت خیمه، دیدم از زمین داره آب می جوشه. گفتم مادر آب از کجا؟ گفت مادر دیر اومدی مادر. گفتم مادر آب تو این صحرا؟ گفت مادر دیر اومدی. گفتم چرا انقدر میگی دیر اومدی؟ گفت صدای قافله شنیدم. اومدم کنار خیمه، دیدم یه قافله داره رد میشه. ایستادند. مادر از مرکبش پیاده شد، من رو به اسم صدا زد، سلام مادر وهب. نمیشناختمش مادر. گفتم شما کی هستید آقا؟ گفت پسرت کجاست؟ گفتم با عروسم رفتن صحرا. حسینیا چی گفت ارباب؟ ببین ارباب ما اینه. گفت اینجا چیزی کم نداری. نمیگه چی داری اصلا، میدونه نوکر دستش خالیه. مادر بهش گفتم آقا ما اینجا آب خیلی کمه، خیلی سختمونه. اشاره کرد به زمین، مثل چشمه جوشید. مادر گفتم الله اکبر، مسیح هستید؟ گفت نه مادر، نوه پیغمبر آخر از زمان. گفتم آقا ما فقیریم اما همه داراییمو به پای شما میریزیم، امشب و اینجا بمونید. گفت مادر دیرمون میشه، عجله داره. گفتم اجازه دارم برم کنار محمل مخدرات؟ گفت بفرمایید. رفتم مادر پرده محمل رو کنار زدم. مادر من مریم رو ندیدم اما 1000 مریم در چهره داشت. کوچه چادرشو گرفتم، گفتم خانوم ما فقیریم اما امشب و اینجا بمانید. گفت مادر عجله داره. گفتم مگه کجا میرین که عجله؟ یه چیزی بگم به همت بریزم؟ امام رضا منو ببخشن، با این اسم امام رضا هم به هم میریزه. مادر یه بچه 3-4 ساله دختر لابلای این کاروان میدوید، اما چند تا جوون دورش بودن هی بغلش میکردن زمین نخوری عمو، زمین نخوری.